بسم الله الرحمن الرحیم. قیام دارم برای ملت شریف ایران، قیام دارم برای کسانی که دنبال حق و حقیقت میگردند. برادر عزیزم و خواهر محترم که شیعه هستی، بیدار شوید. اگر پیروان ابرهه مراکب ایاک نعبد و ایاک نستعین را خراب میکنند، اینجاست که الله جل جلاله بکوری چشم پیروان ابرهه که میفرماید و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی هر چی که دشمن مکر کند و حیله کند و تغییر کند و خدا به لباس اسلام در بیاورد، الله جل جلاله تمام این مکر و حیله و فریب و تغییر را به خود این مشرکین باز میگرداند و رسوایشان میکند. همینطور که الحمدلله رسوا شدند، چون که این آخوندهای رافضی گمراه هستند و همین گمراهی باعث شده است که مشکل پیدا کنند با خدا، سردرگمند، مشکل دارند با خدا. مثلا که امامت علی را اعلان نکرده است، مشکل دارند با جبرائیل علیه السلام که اشتباهی وحی را بر محمد آورده است، نه با علی. مشکل دارند با پیغمبر که امامت علی را اتش عمر و ابوبکر عمر و عثمان اعلان نکرده است. این بدبختان بیچاره خوار زار ذلیل مشکل دارند با قرآن مجید، با دیده شک و تردید می‌نگرند به قرآن مجید، میگویند که این قرآن تعریف شده است و اینجاست که این گمراهی گریبانگیر ملت شریف ایران شده است و این ملت شریف یکتاپرست را به طرف جهل خرافات و بدپرستی سوق دادند و اینجاست که الله جل جلاله صبرش به پایان رسیده است، در فضل و کرم و بخشش و نور توحید را باز کرده است به روی ملت شریف مجید ایران زمین و این نور توحید را به تک تک خانه هایشان می‌افشانی می‌کند و اون دیوارهای بلند آهنین 500 ساله ضد توحید را از بیخ بن در می‌کند و اون حصارهای بلند ضد توحید و اون قلعه‌های محکم ضد توحید را با خاک یکسان می‌کند و اون جشن‌های محکم ضد توحید را از سر راه خود بر می‌دارد و جاروب می‌کند به مثل خانه عنکبوت و این نور توحید لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی که نیست هیچ کس قابل پرستش و عبادت و جز الله جل جلاله و محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده اوست و این نور توحید را از سقف خانه، از در دیوار، از پنجره خانه میتاباند و در را باز میکند و قلب دل بنده‌اش را روشن میکند، فضا چراغان میشود. تمام اون باورهای پوچ و توخالی، کذب، شرک، خرافات، تغییر، بدعت، ایمان پرستی و قد پرستی را از بنده‌اش را دور میکند، بنده‌اش را با نور توحید یکتاپرستی مزین میکند، بنده‌اش را از این قفس تنگ و تاریک پر از جهل و خرافات آزاد میکند. اونجاست که بنده‌اش خود را آزاد میبیند، پر میزند، بال میزند، احساس آرامش میکند، با پروردگارش راز و نیاز میکند. اونجاست که متوجه میشود خالقش الله، مالکش الله، حافظش الله، رازقش الله، مشکل گشایش الله، حاجت رواش الله بوده است. اون وقت متوجه می شود که علی، حسن و حسین و ابوالفضل و امام رضا رضی الله عنهم اجمعین شنوندگان صالحی بودند که برای ربشان به نوع احسن بندگی کردند و راضی کردند الله جل جلاله رسولش را. و اینجاست که یاد میگیرند بندگی کردن را به طریقه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که این از پیروزی بزرگ. اینجاست که آخوند رافضی خاک بر سر میریزد و داد میکشد، میکوبد در سر و کلش، میگوید که ای کاش یک مسجد در تهران برای اهل سنت میدادیم. بعد آخوند رافضی خود را یخ کرده قمه بر سر میزند مش بر سینه و داد میکشد، میگوید که ای خدا تو که همه خانه های تهران را مساجد اهل سنت کردی، در حال که خونمال است با چشم گریان میآید بر سر چای ظلمانی جنکران با حالت خوار و ذلیل و پریشان، سر را در داخل چای ظلمانی فرو میبرد و داد میکشد و میگوید که ای امام زمان دروغین، کی دیگر داخل این چای ظلمانی بیرون میایی؟ اگر بیرون نیایی بدان که با خاک یأس و ناامیدی تو را پر میکنیم. و باز داد میکشد، میگوید که ای امام زمان مرحوم، اون قفس‌های کاغذی، اون قفس‌های چوبی توخالی که ساخته بودیم، خدای محمد و علی آمد به کمک بندگانش و شکستند این قفس‌های شرک و کذب و تغییر و افترا، بدعت و امام پرستی و قد پرستی را و انداختند به زبانگان تاریخ و پریدند و رفتند به طرف پروردگارشان. و السلام قضاوت باشیم. جزاكم الله خير. حين ولدت أعطيتني